تو رابطه هستی؟ بله. چند وقته باشی؟ نزدیک 1 سال و نیم 2 سال. خب تا حالا بهش گفتی بیا خواستگاری مثلا بیا با هم دیگه زیر سقف زندگی کنیم؟ نه حقیقتا نگفتم. نگفتی؟ خب بیا یه چالش بریم. بهش زنگ بزن بگو پدر مادرم و داداشم اینا فهمیدن الان باید بیای تکلیفو مشخص کنی دیگه، اگه نیای رام نمیدن تو خیلی خونه. بد میشه ولی باش. حالا یه زنگ بزن امتحان کن. عزیزم چطوری؟ شب خوبی. قربونت مرسی. عشقم یه چیزی رو میخواستم بهت بگم. من حقیقتا بابام و داداشم اینا فهمیدن گفتن دیگه رابطتون خیلی طولانی شده فلان و اینا، یعنی نمیخواد دیگه بیاد جلو و اینا. خیلی واسم داستان شده واقعا، توی شرایط خیلی بدی گیر کرد. عزیزم تو که شرایط الان مالی منو می‌دونی میدونم ولی با هم دیگه درستش میکنیم دیگه. حالا بیا، من واقعا الان تو شرایط خوبی نیستم. اگه خانواده مشکل ندارم با شرایط الان من میام، من شده شب و روز کار میکنم، بعد پول جمع میکنم میام. آقا این که چالش بود، ولی اگه از این پارتنرها دارین این ویدیو رو حتما بفرستین واسش.